داداجان اتوولویف، ژورنالیست و سیاستمدار مخالف تاجیک مقیم شهر برلین که قبلا درباره از زندان‌های خوجند و دوشنبه آزاد شدن بیش از 50 محبوس زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد. روز 25 دکبر سال 2023 در صفحه‌اش در فیسبوک رویخط 42 ساکن نوعه روشن را نشر کرد و گفت که این رویخط هنوز ناتمام بدخشانی‌هایی است که از زندان آزاد شدند، اما در رویخط نشر شده نام‌های لیدرهای غیر رسمی روشن از جمله گنرال خولباش خولباشف، همسر سابق او الفتخان محمدشایو دیده نمی‌شود. مقامات تاجیکستان تا حال رسما درباره از محبس‌ها رها کردن ده‌ها زاده بدخشان و انگیزه‌های چنین تصمیم یگان شرح ندادند، اما برخی منابع میگویند به احتمال غالب آزادی این محبوسان در نتیجه فشار جامعه بین المللی و مذاکرات و معامله‌های بین مقامات تاجیکستان و ساختارهای شاهزاده کریم آقاخان چهارم پیشوای اسماعیلی‌های جهان صورت گرفته باشد. ماه سال 2022 مقامات تاجیکستان موج نو اعتراضها در بدخشان را با استفاده از نیروهای مسلح اسپسناز سرکوب کردند. در جریان سرکوب اعتراضها بیش از 30 نفر کشته شده، 10 نفر زخمی گردیدند. مقامات در آن روزها حدود 200 نفر از آزادگان بدخشان در خود این ولایت و بیرون از آن دستگیر کردند. از جمله تقریبا 20 تن از لیدرهای بدخشانی ها را در روسیه دستگیر کرده به دوشنبه آوردند. اکثر این دستگیر شدگان با جرم‌های سنگین چون تشکیل سازمان‌های متشکلانه جنایتی و برانگیختن کینه و نزاع بین محل‌ها محکوم به زندان شدند. از جمله دست کم 7 تن از لیدرهای بدخشان با شمول گنرال خولباش خولباشف و طالب ایانبکوف با یک پسرش محکوم به حبس عمرباد شدند. داستان کل تاجیکستان در یک اطلاعیه‌اش کشته شدن 32 نفر در جریان حوادث بدخشان و کشادن پرونده‌ها به ضد بیش از 100 نفر از زادگان این ولایت مختار را تصدیق کرده بود.